10 انیمه برتر تاریخ ورژن 2026. شرط می‌بندم شماره 1 رو حدس نمیزنی. شماره 10 دمون اسلیر، انیمه‌ای که با کیفیت انیمیشن سازیش استاندارد جدید رو برای صنعت انیمه تعریف کرد. شماره 9 وان پیس، انیمه‌ای با 25 سال سابقه و بیش از 1000 اپیزود، یکی از طولانی‌ترین و پرطرفدارترین داستان‌های انیمه. شماره 8 جوجوتسو کایسن، یکی از موفق‌ترین انیمه‌های ژانر شونن در سال‌های اخیر با طراحی قدرت‌ها و کاراکترهای متمایز. شماره 7 دث نوت، انیمه‌ای که بدون هیچ صحنه اکشن فیزیکی صرفاً با بازی ذهنی 2 کاراکتر اصلی تعلیق بالا ایجاد می‌کنه. شماره 6 وینلند ساگا، داستانی که با محوریت انتقام شروع میشه و در طول فصل‌ها به سمت مضامین فلسفی‌تر حرکت می‌کنه. شماره 5 هانتر ایکس هانتر، انیمه‌ای با آرک‌های داستانی متنوع که هر کدوم سبک و فضای متفاوتی دارن. انیمه 4 اتک آن تایتان، یکی از پر سر و صداترین پایان بندی‌های تاریخ انیمه که هنوز موضوع بحث طرفداراست. شماره 3 فول متال آلکمیست برادرهود، انیمه‌ای که از نظر ساختار داستانی و شخصیت پردازی یکی از کامل ترین ها شناخته میشه. شماره 2 ناروتو، یکی از تاثیرگذارترین انیمه ها روی نسلی از طرفداران انیمه در سراسر دنیا. و شماره 1 نئون جنیسیس اوانجلیون، اولین انیمه‌ای بود که ژانر مکا رو با یه رویکرد کاملا متفاوت باز تعریف کرد. نظر شما چیه؟